چی شد؟ گفتی بهشون؟ قبول نکردن نه؟ من که بهت گفتم توی پسر مجردی. من جدا شدم، یه بچه 5 ساله دارم. معلومه که قبول نمیکنن. اصلا مشکلشون اون نبود. پس مشکلشون چیه؟ اختلاف سنیمون؟ حق دارن بنده خدا. نه با اونم مشکلی نداشتم. پس چیه؟ درست حرف بزن بگو. تو رو خدا مردم از استرس. مامانم برگشت گفت اون دختر یه بار یه مردی تکیه کرده، ضربه خورده. تو اگه تکیه کنه به ضربه بزنی، دختر کلا نابود میشه. تا موقعی که از تو مطمئن نشم پا جلو نمیذارم. واقعا اینا رو گفتن؟ بله واقعا. بابام برگشت گفت اون دخترم مثل دختر خودمه. همین که بعد اینکه جدا شده رو پای خودش وایساده داره خرج خودش و بچه‌شو میده، یعنی میتونه یه زندگی رو مدیریت کنه و باهات بسازه. دم مامان بابات کم. البته با وجود پسری مثل تو من باید میفهمیدم که چی میگن و تو سر چه سفره این میخورد. خدا مادرت رو هم رحمت کنه، سایه بابات هم همیشه بالا سر ما باشه. یه سوال ازت بپرسم، نظرت چیه ستایی با هم بریم شهربازی؟ بزن زنگ. باب دلمی بس که تو رو خوب کشیدن، چشمای تو تهرون رو به آشوب کشیدن. باب